بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلاة و السلام علی حبیبنا و مولانا رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. سلام و صد سلام و صد درود خدمت شما همراهان برنامه خودتون، برنامه‌ای که در پی کهکشان‌ها و آسمان‌ها هستیم تا ستارگان نامدار سرزمین فارس رو نمایان کنیم، برای خودمون هم درسی باشه و هم شناخت هویتی و برای فرزندانمون و آینده هامون راهکاری و راه و مسیر نشون دادنی که از کجا طی باید کرد تا به آسمان ها رسید و درخششی آنچنان کسب کرد. امروز یکی از بزرگترین شاعران قصیدگو و مثنوی سرای زبان فارسی رو همراهی می‌کنیم. استاد بزرگ سخن ابوالمجد مجدود ابن آدم سنایی غزنوی، مشهور به حکیم سنایی غزنوی. حکیم سنایی غزنوی از غزنه افغانستان امروزی یکی از نامداران سرزمین فارس هستند. زندگی بسیار جالبی دارند. ایشون در ابتدای زندگی مثل خیلی از ادبا و شاعران که در پی به هر حال نان و رزق و روزی و در پی نام و نشانی هستند، دست به مداحی و هجاگویی میزنند. ایشون هم در باب ادب این مسیر رو طی می‌کرد. بعد از مدتی رو آورد به رشد عقلی ایشون رو رشد داد و سوق داد به سوی وعظ و نقد اجتماعی و بررسی اون چی که در جامعه صورت میگیره و اونها رو کنکاش کردن و مطرح کردن در به اصطلاح ادبیات و در شعر و سعی در حل و فصل مشکلات جامعه. این پله خوبی بود برای پرتاب به پله سوم که مسیر زندگی ایشون رو بعد از اون رشد داد و شد سنایی غزنوی، عاشق و قلندر و عارفی که نامش بر این عرفان بعدها گذاشته شد. حکیم سنایی غزنوی در اواخر سده پنجم و اوایل سده ششم هجری قمری زندگی می کرد و کتابهایی هم بیادگار گذاشت که به برخی از اینها اشاره می کنیم. اون چی که باعث تغییر و تحول در زندگی ایشون شد، غالباً در زندگی افراد و به خصوص شاعران یه قصه زیبایی رو ذکر می کنند که این قصه اتفاق افتاد و این باعث تغییر و تحول در این فرد شد. حالا این قصه ها در خیلی از موارد درست هست و در بسیاری از موارد هم افسانه های ادیبان و قصه سرایان است که به اصطلاح میخوان که جو رو یه مقداری لطیف کنند، یه قصه ای میارند. در هر صورت خود این قصه ها هر چه باشه، حالا صداقتش یا عدم صداقتش مهم نیست، این خودش برمیگرده به اون پیش زمینه‌ای که برای این شاعر یا برای این شخصیت به وجود اومده بود، نتیجه علم و معرفت و شناخت و سفرها و نشستن در محضر ادبا و علما و اندیشمندان و اهل علم و معرفت. هرچه بود آوردند که سنایی به هر حال رفت، به اصطلاح قصد داشت که بره پیش سلطان محمود غزنوی و ایشون رو یه مدحی بکنه و یک انعامی از دربار به اصطلاح سلطان به دست بیاره. در همین راه که میرفت یه جایی یک آدم شرابی کبابی بود که برای خودش یک پاتوقی داشت و در اونجا به اصطلاح شراب میخورد. در مسیر راه بود. سنایی وقتی به اونجا رسید و این هم یک به اصطلاح جایی واسه خودش داد، ایشون هم یک سرکی اونجا کشیدن که ببینن چه خبره. دید که این به اصطلاح شرابی میگه به اون کسی که واسه شراب میندازه که آقا یک لیوان شراب بده به کوری چشم سلطان محمود بزنیم. اون کسی که شراب میریخت گفت که سلطان محمود انسان خوبی هست، مجاهدی هست، الان رفته که کشورها رو فتح کنه و اسلام رو گسترش بده.
اون شرابی شرابش رو سر میزد و مست میگفت که مردک اگر عقل میداشت همین ملکی که در دست داره این رو اول ترتیبش میداد، این رو درست میساخت، بعد از این در پی گسترش ملک می بود. تویی که نتونستی همون کشوری که در دست داری، همون حیطه جغرافیایی رو که داری، این رو خوب ساماندهی کنی، دیگه در پی به اصطلاح جای دیگه و کشور دیگه بودن دیگه این حماقت است. بعد از اینکه لیوان شراب و جام شراب رو سر کشید، گفت بریز یکی دیگه هم به کوری چشم شاعر سنایی. اون کسی که شعر مثلا شراب میریخت گفت که بابا شاعر سنایی که آدم بسیار مؤدب و اهل فضل و لطیف و طبیعی هست، شاعر است دیگه، این بنده خدا واسه چی؟ گفت که این مردک هم اگر عقل میداشت میدونست که خداوند اون رو برای چه آفریده در همون مسیر حرکت میکرد. میاد به اصطلاح چیزایی رو مینویسه، گزافه گویی هایی رو در کاغذی نوشته و به اصطلاح اون رو میبره به اصطلاح که چی بشه. این همه زحمت میکشه و مینویسه که چی با این گزافه گویی حرفای بیهوده‌اش میخواد چی رو عوض کنه. باید سعی میکرد میدونست که خداوند اون رو بهر چه آفریده و در این مسیر میره. دولت شاه میگه که حکیم چون این سخن بشنید از حال برفت و بر او این سخن کارگر آمد و دل او از خدمت مخلوق بگردید و از دنیا دل سرد شد و دیوان مدح ملوک را در آب انداخت و طریقت انقطاع و زهد و عبادت را شعار خود ساخت. مسیر دعوت و تغییر و تحولاتی که در شعرا و عرفا پیش میاد، سفر حج و خانه خدا یک نقطه تحول بسیار بزرگی است، نه در گذشته و در همه حال و امروز و آینده و در آیندگان. این سفر حج یک تغییر و تحول آفرین هست. برای همین توصیه میشه به همه جوانها، به خصوص جوانهایی که تازه ازدواج میکنن، برای اینکه در زندگیشون موفق باشند، اهل علم برای اینکه در زندگیشون موفق باشند و بدونن که کجا میرند و چه مسیر رو طی میکنن، دانشجو قبل از اینکه پا به درسه دانشگاه بگذاره، به اینا همه توصیه میشه که یک سفری به حج بروند. سفر حج شناخت از نوع انسان هست، انسان که در یک محیطی هست، در یک جامعه دور از محبت وحی قرار داره. خب رسوبات جامعه و رسوبات تاریخی و فرهنگی و نمیدونم مذهب هایی که افراد تراشیدند و به خورد مردم میدن، جهالت، بدعت ها، اینها در جوامع مختلف طی زمانها به وجود میاد، رشد پیدا میکنه. مذهب فروش ها هستند، افرادی هستند که از این به اصطلاح آب گلالود ماهی میگیرن، اینها این آب رو هرچه گلالودتر و گلالودتر میکنن تا اینی که فرد براش مهیا میشه و میره به حج بیت الله در کعبه و شناخت اسلام از نو. این که به اصطلاح حاجیای ما میرن به اصطلاح به حج، همشون وقتی برمیگردن میبینی که یک نوع تغییر و تحولی درشون ایجاد شده، یا هویت اصلی خودشون که همون هویت ایمانی قرآن و سنت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم باشه، اون رو دریافتن. این مرحله ای از به اصطلاح پیش زمینه داشتن، مرحله ای از رشد عقلیشون بسیار بالا بود که تا رفتن به محبت وحی، اون اشعه وحی رو دریافت کردند و دگرگون شدند و از سر نو شهادت دادند که اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله، یعنی یک شناخت جدید از شخصیت و هویت خودشون. یا اینی که حداقلش اینه که اثر میگیرند که از این محبت وحی، که این به اصطلاح گزافه گویی هایی را که آخوند به اصطلاح مکار به دست ما میداد، اینها همش دروغ بود. ما رفتیم خانه خدا رو دیدیم و از اونجا درس گرفتیم که هرچه هست در قرآن هست و هرچه هست از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. سنایی سفرهایی داشتن، منطقه خراسان رو خوب گشتن، نیشابور و خوارزم و بلخ و هرات و این مناطق رو، و مهمترین سفری که داشتن سفر
خانه خدا بود که نقطه تحول آفرینی در ایشون بود. ایشون بعدها کتاب سیر العباد الی المعاد رو در سرخس به اصطلاح نوشتند و در سال 518 به غزنین برگشتند و بعدها کتاب مثنوی حدیقة الحقیقه رو سرودند. مولانای بلخ از جمله افرادی هست که متأثر هست به سنایی و از ایشون به اصطلاح آموخته، واسه همین است که میفرماید ما ز پی سنایی و عطار آمده ایم، ما ز پی سنایی و عطار آمدیم، عطار روح بود و سنایی دو چشم او. آثاری که سنایی از خودشون بیادگار گذاشتن برای ما کتاب حدیقة الحقیقه هست که در قالب مثنوی سروده شده، کتاب طریق التحقیق هست که اینها هم منظومه است در قالب مثنوی، و سیر العباد الی المعاد منظومه رمزی عرفانی ایشون هست در 700 بیت، و کتاب کارنامه بلخ و که به صورت مزاح سروده شده، و کتاب عشقنامه که در اون تقریبا حدود 1000 بیت هست در قالب مثنوی، کتاب عقلنامه در وزن عشقنامه قالب مثنوی داره، کتاب مکاتیب که ایشون کتاب نثر ایشون هست، تحریمة القلم هم مثنوی بسیار کوتاهی است در خطاب به قلم. از جمله قصیده های بلندی که در حکمت و موعظه داره، از این قصیده مثلا این بیت رو بگیریم: ای خداوندان مال الاعتبار الاعتبار، ای خدا خانان قال الاعتذار الاعتذار. تشویق میکنه که عبرت بگیریم از دیگران و استغفار رو همیشه بر زبانمون داشته باشیم. و در وصف یاران رسول اکرم صلی الله علیه و سلم سنایی شعرهایی رو دارند که جا هست که به بعضیشون اشاره بشه. چرا این نکته رو ما اشاره میکنیم؟ چون که بعضی از موذیان سعی میکنند هویت نیاکان ما رو عوض کنند و به ما جلوه بدن که حتی سنایی های ما، مولوی های ما، فردوسی ها و سعدی ها و حافظ ها و عطارهای ما هویت مسخ شده بدعی و هویت خودساخته صفویت رو داشتند و از جامعه تشیع صفوی بودند که این چنین نیست. و میبینیم که سنایی این شاعر زبردست در وصف خلفا میفرماید: جز به دستوری قال الله و قال الرسول رحمه رو فرمان مده، حاجت مگو حجت میار. همیشه اگر میخوای فرمان بدی، حرفی بزنی، حجتی بیاری، بگو قال الله، خدا این فرموده قرآن هست، و یا قال الرسول، این از فرمایشات رسول اکرم صلی الله علیه وسلم. این راه و این میزان هست. 4 گوهر 4 پایه عرش و شرع مصطفی است، صدق و علم و شرم و مردی کار. این هر 4 یار که صفات 4 یار رسول اکرم صلی الله علیه وسلم، ابوبکر صدیق و عمر فاروق و عثمان ذوالنورین و علی مرتضی رو در اینجا به عنوان 4 ستون دین مبین اسلام یا 4 یار و 4 همیار رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ذکر میکنه. در غزلی زیبا نغمه سرایی میکنه و صدق ابوبکر رو در سفر هجرت، اون قصه زیبایی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی در غار بودند و یه سوراخی بود و اونجا مثلا حضرت ابوبکر همه سوراخ‌ها رو با پارچه لباسشون بستند، یک سوراخی بود که چیزی نبود که اونجا بذاره، و این قصه زیبایی که برخی از عرفا اون رو به عنوان یک قصه رمزی ذکر میکنن که حضرت ابوبکر اونجا پای مبارک رو گذاشتند و در اون سوراخ ماری بود که اون مار باز میخواست که طلعت زیبای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم رو تماشا کنه و نیش زد بر پای ابوبکر و ابوبکر و اون تحمل
بسیار بزرگشون. خلق پیغمبر کجا تا از بزرگان عرب، جور و رنج ناسزایان از پی یزدان کشد. صادقی باید که چون بوبکر در صدق و ثواب، زخم مار و بیم دشمن از بن دندان کشد. یا نه چون عمر که در اسلام بعد از مصطفی، از عرب لشکر ز جیحون سوی ترکستان کشد. پارسایی کو که در محراب و مصحف بی گناه، تا ز غوغا سوزش شمشیر چو عثمان کشد. حیدر کرار کو کاندر مصاف از بحر دین، در صف صفین ستم از لشکر مروان کشد. این تصویر بسیار زیبایی که صنایع از صحابه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم دارند و در این تصاویر در واقع نوعی تشویق هست برای مؤمنان که اگر تو میخوای در مسیر راه باشی باید چون چاریار نبی اکرم صلی الله علیه و سلم باشی، در صداقت چون صدیق و در جوانمردی و حق شناسی چون عمر و در جود و کرم و همچنین در حیا و عفت چون عثمان و در شجاعت چون علی مرتضی. ور پی بوبکر خواهی رفت بعد از مصطفی، پای بر دندان ما رو دست بر دینار کو. اگر میخوای واقعا مثل حضرت صدیق حرکت کنی، کجاست اون صبرت که به اصطلاح پای تو بذاری تو زیر دهن زیر دندان مار و استقامت کنی، و کجاست اون کرم و جودت که چون ابوبکر دینارهای طلا در دستش بود و در مسیر دعوت این رو انفاق میکرد. ور به کوی عمری کو داد و کو مشک و مهار، یک دراعه 17 من 10 سال یک دستار کو. اگر میخوای مثل عمر باشی پس کو این صفات عمریت. وردر عثمان گرفتی شرم کو و حلم کو، دیده روشن ز دین و سینه بیدار کو. اگر ره عثمان رو میگیری پس شرم و حیا و عفت عثمانیت کو. ور همی گویی که هستیم چاکر شیر خدای، تن فدای تیغ و جان در خدمت دادار کو. اگر ادعا میکنی که در مثل حضرت علی هستی یا از پیروان حضرت علی هستی، پس کجاست این مردانگی و این شجاعتت و این جانفشانی؟ سراسر جمله عالم پر ز شیر است، ولی شیری چون حیدر با سخا کو. اینی که هر کس بگه که من علیم یا پیرو علیم، این دیگه به هر حال حرفیه و حرف هم گمرک نداره، هر کسی هر چی دلش میخواد میتونه بگه، اما در محک عمل حکایت چیزی دیگری است و در اونجاست که نشون میدی که واقعا اگر علی گونه‌ای پس باید در سخاوت چون علی باشی، در مردانگی چون علی باشی. سراسر جمله عالم پر ز پیک است، ولی پیکی چون عمر باد پاکو. هر کسی ادعا میکنه که من تابع پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هستم، اما کدومه که چون حضرت عمر باشه؟ در قصیده‌ای در نکوهش اصحاب صدیق میفرمایند که در جهان آزاده کو، تا که با وی دم زنیم محرم و شایسته و اهل و مرید و بیملال. کوی صدیقان بدیده رفت باید نز قدم، راه تحقیقان به طاعت رفت باید نه به بال. یعنی وقتی میخوایی که راه مسیر دعوت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم رو طی کنی، این نیاز به عقل و اندیشه و تحقیق داره، و اگر میخوای مسیر حضرت صدیق رضی الله عنه رو طی کنی باید با چشم در این مسیر حرکت کنی. و اگر به عقبا دیده داری کوت زاد آخرت، اگر چشمت به آخرت هست و میخوای در بهشت جای پیدا کنی، پس زاد راهت کجاست؟ ور به دنیا تکیه دادی هست دنیا را زوال. اگر خودت رو متکی کردی به دنیا و در پی دنیا هستی، بدون که این دنیا برای کسی اعتبار نداره و رفتنی هست. در وصف ستایش عمر میشنویم که ایشون میگن نام عمر از عدل بلند است، وگرنه یک کوی ندانم که در آنجا عمری نیست. اگر نام عمری باشه در هر جا عمر زیاده، به خیلی بچه‌هاشون اسمشون رو عمر میذارن، اما اون عمر که نامش جهان رو پر کرد
و فاروق اعظم نام گرفت، اون عمر که دست پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم مستشار ایشون و خلیفه دوم اسلام هست، اون نامش از عدل و دادگستری و مردانگیش بلند است. دوری از جهل همچو علم علی، پاکی از جور همچو عدل عمر. باید از جهل دور باشی، راه علم و دانش رو در پی بگیری مثل حضرت علی و راه عدل و انصاف رو مثل حضرت عمر. ایشون در وصف حضرت عثمان و حضرت علی و سایر صحابه کرام شعرها دارند و کتاب مثنوی حدیقة الحقیقه یا شریعت الطریقه یا مشهور هست به کتاب الهی نامه، منظومه است در فارسی از صنایع غزنوی عارف در 10,000 بیت که در مورد ستایش خداوند متعال و پیغمبر و خاندان و اصحاب و درباره عقل و علم و حکمت و اینها سخن میگه. کتاب دیگرشون سیر العباد الی المعاد، یعنی رهسپاری بندگان به جایگاه بازگشت، یکی از آثار اخلاقی و زیبای صنایع غزنوی است که حدود 800 بیت هست. این صنایع غزنوی که از نامداران سرزمین و نامآوران سرزمین فارس هستند که با این لطافت طبع و با این زیبایی تونستند معانی اخلاقی و ایمانی رو به ما منتقل کنند. روحشان شاد باد و درسی هستند و مکتبی هستند برای ما تا هویت خودمون رو باز شناسیم، برگردیم به هویت نیاکان خودمون، هویت امیران سخن و نامداران و نامآوران این سرزمین که مایه فخر عالم و آدم هستند، تا ما مسیر اونها رو طی نکنیم و تا بر نگردیم به هویت ایمانی خودمون که قال الله و قال الرسول، همونطور که صنایع بزرگوار فرمودند بر نگردیم، ما نخواهیم توانست باز سرزمین فارس رو شاخصه کنیم و باز خودمون و فرزندانمون و آیندهمون ستارگان درخشانی باشیم در آسمان بشریت. پس برگردیم به شناخت خودشناسی در بعد از خداشناسی اولین پله راه و اولین پله مسیر بازتاب و بازشناختی هویتی ما خواهد بود.